به نظرتون قیمت یه خونه دوبلکس 3 خواب تو شهرک ساموزار قشم چقدره؟ این خونه 2 تا در ورودی داره. یکیش مستقیم از پارکینگ میره اتاق خواب مهمان و یکی هم مستقیم میره تو پذیرایی. بیاد یه نگاهی هم تو خونه بندازیم. پذیرایی این خونه 3 تا پنجره داره که خیلی نورگیر و دلبازه. یه اتاق خواب مهمان پایین با ورودی مجزا، 2 خواب و سرویس هم طبقه بالا. برای اطلاعات بیشتر در مورد این ملک با من میتونید تماس بگیرید.